شناورهای تندرو شلیک شد. این هست که این موشک ها با فاصله 5 متر از سطح آب شلیک شدن و این قابلیت راداری که امروز قرار است این رزمایش را انجام بدهند انشالله به یاری سری های 15 فروردین این عملیات توسط شناورهای نیروی دریایی در حال حمله شناورهای جنگی بر دشمن فرضی اصابت کرد و با فریاد الله اکبر در جایگاه مواجه شد. در حال حرکت هستند. شناورهای تجاری در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس است. انشالله که تا مراحل شناورهای تندرو شلیک شد. این هست که این موشک ها با فاصله 5 متر از سطح آب شلیک شدن و این قابلیت راداری که امروز قرار است این رزمایش را انجام بدهند انشالله به یاری سری های 15 فروردین این عملیات توسط شناورهای نیروی دریایی در حال حمله شناورهای جنگی بر دشمن فرضی اصابت کرد و با فریاد الله اکبر در جایگاه مواجه شد. در حال حرکت هستند. شناورهای تجاری در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس است. انشالله که تا مراحل